ایرن ژالیا کیوری، یکی از خیمیکانی مشهور انگلیا. ایرن ژالیا کیوری سال 1897 در پاریژ تولد شد. او فرزند دو چهره مشهور علم بود، ماریا کیوری و پیر کیوری، کشفگرانی رادیوم و پولونی. ایرن در محیط علمی به پایه رسید. مادرش در لابراتوری کار میکرد و دخترش را نیز به آموزش تحقیق جلب نمود. ایرن در جوانی از جنگ یکم جهانی ضرر دید، اما همراه مادرش در بیمارخانه ها همچون رنتگنولوژ خدمت میکرد. بعد جنگ او تحصیل را ادامه داد و به پژوهش های رادیوکیمیایی رو آورد. سال 1926 ایرن با دانشمندی جوان فردریک ژالیا ازدواج کرد. آنها نه تنها همسری هم بلکه همکاران علمی شدند و نامشان را یکجا ژالیا کیوری انتخاب کردند. در سالهای 1930 ایرن و فردریک تجربه های مهم انجام دادند. آنها موافق شدند که با راه شجاع‌دهی عنصرها با ذره های الفا عنصرهای رادیوفعال را صنعی تولید کنند. سال 1934 آنها اولین بار رادیواکتیویت صنعی را کشف نمودند، یعنی تولید عنصرهای رادیواکتیو در لابراتوری نه تنها از طبیعت بود. این کشف انقلابی بود، زیرا راه را برای آموزش انرژی و ترکیب اتم باز کرد و زمینه برای انرژی اتمی شد. برای این کشفیات سال 1935 ایرن و فردریک جایزه نوبل در ساحه کیمیا گرفتند، همگی یک سال بعد مرگ مادرش ماریا کیوری. همین طور ایرن نیز چون مادرش صاحب نوبل گردید. زنی است که میراث علمی مادرش را ادامه داد و آن به سطح نو بود. ایرن به سیاست علمی نیز وارد شد و در فرانسه برای رشد تحصیلات زنان لابراتوری ها و برنامه های اتمی تلاش میکرد. اما مانند مادرش ایرن نیز سالها با ماده های رادیوفعال کار میکرد. به تجهیزات محافظگی تاثیر رادیاکسیا و رادیاکسیا ها باعث شد که به سرطان خون گرفتار شود. سال 1956 در سن 58 سالگی در پاریس وفات کرد. میراث ایرن ژالیا کیوری اینها می باشد. او نمونه زنی بود که با دانش، مهنت و اراده استوار در علم درخشید. کارهای او پایه استفاده انرژی و ایزوتوپ‌های رادیوفعال در طب و صنعت شدند. به شرافت او کوچه ها، مکتب ها، لابراتوری ها و حتی استروئید با نام ایرن ژالیا کیوری نامگذاری شدند.